سلام. یه سری برنامه توی گوشیتون وجود داره که بدون اطلاع شما در بک‌گراند گوشی مصرف اینترنت و باتری شما رو خیلی بالا میبره. برای اینکه دسترسی این برنامه‌ها رو محدود کنیم، یه سری تنظیمات خیلی ساده باید انجام بدیم. بریم که با هم دیگه این آموزش رو ببینیم. دوستان، قبل از آموزش اینو بهتون بگم که اگر مسیری که توی تنظیمات الان بهتون نشون میدم رو توی گوشیتون پیدا نکردید، مشکلی نداره. برید توی توضیحات به تفکیک برندها هواوی، سامسونگ، ریلمی، حتی شیائومی رو توضیح دادم. میتونید اونجا مراجعه کنید. تنظیمات مربوط به مدل گوشی خودتون رو اونجا پیدا کنید. بریم که ادامه آموزش رو ببینیم. دوستان، برای که بفهمیم کدوم برنامه‌هامون مصرف باتری و اینترنت بالایی دارن، باید بریم توی تنظیمات. حالا از هر طریقی میتونید برید. از منوی بالایی وارد بخش تنظیمات میشیم، اینجا وارد بخش باتری میشیم و اینجا میتونید ببینید که کدوم برنامه‌ها چه میزان مصرف باتری دارن و اگر روی همون برنامه لمس کنید هم مصرف باتریش رو میتونید ببینید، هم مصرف اینترنتشون، موبایل دیتا. برفرض ما اینجا میخوایم مصرف اینترنت واتساپ در بک‌گراند رو غیر فعال کنیم. از گوشه پایین تنظیمات نوشته دیتیلز یا جزئیات، اینو میزنیم و این صفحه رو باز میکنیم. گزینه دوم یعنی دیتا یوسیج رو میزنیم تا این صفحه برامون باز بشه. حالا از انتهای همین صفحه بک‌گراند دیتا رو غیر فعال میکنیم و اوکی رو میزنیم. با این کار مصرف اینترنت در بک‌گراند برای برنامه واتساپ غیر فعال میشه. اما این نکته هم در نظر داشته باشید، یه زمانی هست شما میخواین گوشیتون رو بزنید دست کسی یا در کل میخواین رد و بدل نشه پیام، مثلا همین واتساپ میخواین توش پیام رد و بدل نشه زمانی که اینترنتتون بازه. شما میان چیکار میکنین؟ بر اساس اینترنتی که دارید، سیم کارت 1، 2 یا وای فای، بر فرض وای فای، شما میخواین با زمانی که وای فای رو روشن میکنید و به اینترنت متصل هستید، در واقع به اینترنت دسترسی نداشته باشه. کافی همین گزینه وای فای رو غیر فعال کنید و زمانی که شما به وای فای متصل هستید کل گوشی به اینترنت متصل هست غیر از برنامه واتساپ یا هر برنامه‌ای که خودتون مشخص کنید و مجددا با برگشت به همین قسمت و فعال سازی اون دوباره فعال میشه. اگر این آموزش رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و کانالم رو دنبال کنید.